این نسیمه که منو گم کرده. همونجوری که گفتم مسافران حتی مثلا خارجی هم حضور پیدا میکنه. تمام انواع میوه های خوش، زرشک، بچه ها مثل اسکولا پله برقی هست. گفتم نسیم بیاد از پلا بریم، فکر نمی‌کردم قبول کنه ولی قبول کرد آخرش. سخت دلیمانچو میخوام برام بچه ها براش بخریم یا نه، پول داره یا نه، بزنی نگاه کنم. یکی از راه‌های اومدن به بازار سنتی تجریش اگه با مترو بخواد بیان 150 باشه 150. عصبیم. یکی از راه‌های اومدن به بازار سنتی تجریش این که اگه بخواد با مترو بیا باید مترو ایستگاه تجریش پیاده شی، از در مترو اومدی بیرون یکم جلوتر بازار سنتیه. بعد اینکه در کل هم در شمال تهران قرار داره. خب بچه ها این هم از بازار سنتی تجریش که قرار شد بیان و حسری حرف بزن دیگه. خب بچه بازار سنتی تجریش از ساعت 9 صبح تا 10 شب باز کنن و اینکه از لحاظ نظافت و تمیز بودن هم هر موقع از روز بیای شما کلا تمیزه. خیلی بدی بچه ها. این اصلا چسبیه کنده نمیشه. آره و یعنی اینجا نظافت خودشو داره. آره بچه ها شوخی کردم ولی از لحاظ نظافتی داره ولی اینا که بهتون نشون دادم حالت چسبیده بوده و یعنی اگه دقت کنی واقعا نظافت داره. باز مثلا این قسمت اونا چسبیه. این بازار سنتی تجریش یکی از قدیمی ترین بازارهای معروف تهران هستش که خیلی هم طرفدار داره. همونطوری هم که میبینین سرپوشیده است و هر چی که شما فکرشو بکنی داخل این بازارتون میتونین ببینید. حتی یعنی جنبه گردشگری هم داره، یعنی مسافرای مثلا داخلی و خارجی حتی میان برای گردش و تفریح. چه انواع ترشیجات، حتی یعنی گوشی یعنی یه قاب گوشی و اینجور چیزا هم داره. ادویه هم که هر جا نگاه کنی هر کدوم از مغازه ها دارن. بچه این نسیمه که منو گم کرده. آره یه لحظه زدم. بعد بچه ها یعنی تمام انواع میوه های خوش، زرشک، آجیل و خوشبار و اینجور چیزا داره. بچه ها همونجوری که گفتم مسافران حتی مثلا خارجی هم حضور پیدا میکنن. جا دلت نخور انواع آجیل ها دیگه نسیم انتخاب کنید. آره بچه ها نسیم توضیح میده. بگو نسیم. اینجا بازار میوه تجریشه که میخواستم به همین جاشم برسیم. کلی میوه داره از انواع چیزایی که میخوان. قیمتاشون هم اینجا نوشته که بریم دور بزنیم بچه ها همشون.
دلت نخواد. توی این بازار هر چیزی و هر چی که شما دست روش بذاری، هر چند قدم یکی ازش پیدا میکنی که هیچ. بعد با انواع قیمت‌های مختلف، مثلا این کفش 390 تومان، مثلا این 510 تومان، 1200 و انواع اقسام کفشایی که شما میتونید اینجا ببینید. بچه ها الان مثل این که یه خانم اومدن بهم گفتن این 120 نه 1200. خودم پرام ریخت. بعد میگه که کیفیتش هم برای دختر خانومشون گرفتن خیلی اوکی از این لحاظ. گربه تو تمیز هرچی هم که به شب نزدیک میشی فضای خروش شلوغ‌تر میشه. اینجا هم جنبه گردشگری داره هم تجاری. اینجا هم که دیگه سوار اسنپ شدیم و قرار شد یه موزیک بذاره خودش روش بخونه. حالا جلوتر هم صداش رو با هم دیگه بشنویم. احسن نمیخوام.